کلاینت عزیزی رو که برای لیفت صورت به ما مراجعه کردن کارشون رو شروع کردیم. میخوایم با 2 جفت نخ سیلوئت ابروشون رو اول لیفت کنیم. نخ سیلوئت 4 تا کنز داره که میبینید الان من میکشم کشیده میشه، اینا میره تو بافت گیر میکنه. کار ما تموم شد. 2 تا وکتور برای ابروها، لیفت گوشه ابرو از سیلوئت 8 کنزه، 2 تا وکتور در ناحیه گونه و خط اندو رو لیفت دادیم باش، سیلوئت 12 کنزه، 2 تا هم ناحیه گردن و قبقب رو لیفت دادیم و در این ناحیه هم باز همینطور 2 جفت 2 جفت 2 جفت. حالا خودتون میتونین ببینین تو آینه. آره خیلی هیجان زدم. ببینین، خواهش میکنم. انشالله که خوشتون بیاد. 1 2 3. وای چقدر خوب شد دکتر. ابروهامو این برم کامل رفته بالا، گونم قشنگ کشیده بالا، گردنم. وای اون چیزی که اینجا اذیتم میکرد دیگه نیست واقعا. خدا رو شکر. مرسی. این وری که فرمودین چون خودتون گفتین این ور بیشتر افتاده است، لیفتشو بیشتر انجام دادید. خیلی ممنون. آره حتی پلکم هم رفته بالا با اینکه. خدا رو شکر. خیلی خوب. خط خندتون هم همینطور، گونه ها ببینید لیفت شده است. آره واقعا عالیه. مرسی. مبارکتون باشه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. حالا این 30-40% قضیه است، باز خیلی بیشتر از این تا 2 ماه آینده لیفت انجام میشه. مبارکتون. خواهش میکنم. مرسی از خواهش میکنم.